من نزدیک 500 تا پادکست درست کردم. واقعا میتونم بگم جز 10 تا بهترینی بودی که تا حالا داشتم. حالا نمیخوام بگم شماره چند، چون از باسنم باید در میارم، ولی واقعا مرسی از این چیزایی که داری میگی، چون کم کسی هست که اینا رو به برابکس بگه. یعنی من الان میرم کسی که مثلا روی یوتیوب و اینا هستن، خب خیلی بچا هستن، همه زحمت میکشن، همه کار میکنن. چیزی که نوتیس کردم، چیزی که متوجه شدم اینه که مثل هر بیزنس دیگه ای، خیلی از آدمایی که توی این کارن برای پول توشن، نه به خاطر اینکه یه کاری بکنن. من روزی که اومدم توی این، اومدم برای اینکه یه کاری بکنم، برای اینکه یوتیوب نمیتونه پولی بده که منو راضی کنه. میفهمی چی میگم؟ پولی که یوتیوب میده رو من تو یه ساعت تو وگاس از بین میبرم. برای همین در ماه من برای پول اینجا نیستم. و حرفایی که تو داری میزنی موفقت میکنه تو لانگ ترم، ولی برای اولش خیلی سخت پول میده و خیلی هم اذیتت میکنه از نظر جامعه. و من میخوام به عنوان یه نفری که امروز با آشنا شدم ازت تشکر کنم واسه وقتی که گذاشتی و زجایی که کشیدی. واقعا مرسی. امیدوارم برابرش قدر تو بدونن و نشون میدی که از رو فالووری که داری میدونن. خواستم اینو منم گفته باشم. دمت گرم، مرسی که نگفتی. البته یه چیزی بگم، یه مقدار شاید اینجا یه اختلاف نظر کوچیکی با هم داشته باشیم. البته ببین، اینکه پول برای تو اهمیت نداره به خاطر اینکه تو کسی هستی که پول به نظر مثل زیاد داری و خیلی راحت هم پولی که از یوتیوب در میاری رو میتونی تو چند دقیقه خرج بکنی و احساسش هم نمیکنی. خب ولی برای اکثر آدما اینجوری نیست و من میخوام این فرهنگ مراقب باشیم، فرهنگ پول ستیزی که تو ایران خیلی رواج داره رو یه مقدار چیز نکنیم، اینجا بولدش نکنیم. خب پول مهمه، حالا برای تو ممکنه اهمیتش کمتر باشه چون پول زیاد داری، ولی برای که بقیه کسایی که مثلا میخوان بیان تو یوتیوب کار اکتیویستی اینو انجام بدن، باید به فکر پول باشن، چون اگه نتونن پولی در بیارن که بتونن زندگیشون رو بچرخونن، خب نمیتونن کارهای اکتیویستی و آگاهی رسانی انجام بدن. این حرف درسته. نه اتفاقی که میفته کسایی که میان میبینن اگه کار اکتیویستی بکنن بعد از 3 ماه $100 درآوردن، ولی اگه بیاد بشینه هات ساس بخوره یا مثلا ویدیوهای الکی درست میکنه، نه که ویدیوهای الکی داره میبینه چی الان بازدید داره، میره اونو درست میکنه. برای همین خیلی وقت نمیذاره اون که بخواد بیاد به کسی یاد بده. برای همین اینو میگم که تو کردی کسی که آره ولی خب باید بفهمیم که طرف مجبوره که پول براش اهمیت داشته باشه. آره نه خب؟ چون داره وقت میذاره و زندگی هم خرج داره. خب و حتی اگه خرج زندگیش هم بتونه در بیاره، اگه بتونه یه پول بیشتری در بیاره، میتونه کارهای بیشتری بکنه که کانالش بیشتر رشد بکنه. خب میتونه مثلا سرمایه‌گذاری بکنه رو رشد کانالش. خب برای همین یعنی میخوام مراقب باشم، یعنی تو رو متوجه هستم، یعنی چیزی که تو میگی برای تو درسته، ولی این که به فکر مردم، به فکر مخصوصا بین اکتیویستامون و کسایی که دارن فعالیت میکنن، اینی که به فکر پول نیستن رو فضیلت نکنیم. خب چون این کار رو براشون سخت‌تر میکنه. یعنی بذارید که به فکر پول باشن، بذارید که پول براشون مهم باشه، چون مگه میشه پول مهم نباشه؟ برای اکثر آدما پول مهمه، زندگی رو پول میچرخه. خب باید بتونن خرج بچه‌شون رو بدن، باید بتونن خرج اجارهشون رو بدن. پس اگه یه موقع دیدی یکی از تولید کننده محتوا داره یه کاری میکنه که پول بیشتری در بیاره، اینو علیهش باهاش تو سرش نزنید. مجبور، زندگی یعنی پول در آوردن، زندگی یعنی باید بتونه وقتی که داره میذاره ارزش داره، باید بتونه برای اون وقتی که داره میذاره باید بتونه یه چیزی ازش در بیاره که بتونه این کارو ادامه بده. بعد واقعا هم وضع خرابه برای برابکس ایرانی که تو این موضوع هستن، واقعا سخته. یعنی من خب پشت صحنه زندگی خیلی ها رو میدونم و میبینم چقدر سختی دارن میکشن. بچه‌هاش شاید تو توهمی هستن که مثلا الان اینا که نشستن دارن پول پارو میکنن و این میریزه و اون میریزه و واقعا اینجوری نیست و زندگی سخته. منم یعنی اون موضوعش هیچ مشکلی ندارم، اونو کاملا میفهمم، هر کیم میکنه بکنه، ولی دارم میگم آدمی که میاد توی یوتیوب و به پول میرسه میبینه که از کارهای بی ارزش بیشتر میشه پول در آورد، از کارهای با ارزش کمتر پول در میاری، خطر جانی هم برات داره. برای همین کمتر کسی هست که میاد سمت کارهای خطرناکتر و اون پوینت رو داره. یعنی میگه اگه فقط پول براش مهم بود میرفت یه کار دیگه انجام میداد. خب منم حرفتو قبول دارم. من میگم که مراقب باشیم از اونور بوم نیافتیم. خب یعنی ببین یه کسی هست که میتونست پول بیشتری در بیاره ولی میخواست یه کاری بکنه که با ارزشه و
ماکسیمم حد اکثر پول رو گذاشته کنار که یه کاری بکنه که بشه مثلا فکر میکنه که تاثیر مثبت بیشتری داره. خب این جایگاه درست و وسط خوبیه و یعنی قابلیت افتخار، یعنی میشه ازش تعریف کرد، ولی مراقب باشیم از اونور بوم نیافتیم. چون یه فضیلت فروشی که من خیلی دیدم تو فضای ایرانی میشه اینه که خیلی مخاطبا میخوان ببینن که طرف پول اصلا براش مهم نیست. این که اولویتش این باشه که کار مفید بکنه، یعنی این براش شرط لازمه، این خوبه. خب یعنی این که میخواد پولی رو که در میاره به خاطر یه کار مفیدی باشه خوبه، ولی مراقب باشین که زیاده روی نکنین که مثلا مخاطب بگه من باید از تو یه سیگنالی بگیرم به عنوان تولید کننده محتوا که به من نشون بدی که پول برات هیچ ارزشی نداره، چون یه استاندارد غیر منطقیه که من میخوام فقط مراقب باشیم که مخاطب از تولید کننده محتوا این انتظار رو نداشته باشه. آره نه اصلا همین که داری میگی، یکی از بچه‌هایی که مثلا رپ میکنن اینا یه رستوران مثلا باز میکنن این ور دیگه، بعد یکی از برعکس گروه زدبازی رستوران باز کرده تو ایران، بعد همه ویدیو بود که اینو مسخره میکردن و فلان و مثلا. من نمیفهمیدم چرا. یه ویدیو اومدم صحبت کردم آقا چرا این کارو میکنین؟ اگه یارو رستوران باز کرده او پس حتما وصله که رستوران باز کرده، نمیدونم فلان به سال خودش اینو مسخره میکنه، حالا اومده همبرگر. گفتم آقا اگر این اومده زده مگه این به شما سالها حال نداده؟ مگه شما با آهنگ این سالها حال نکنین؟ چه جوری نمیبینین که اگه برین بهش کمک کنین رستورانش موفق شه؟ برای همه خوبه. کمترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که این موفق میشه 10 تا شعبه میزنه، 10 تا آدم میاد این کار میکنن. آدمی که قبلا رپ میکرده یا الان رپ میکنه، مردم میشناسینش، اخلاقش میدونین چیه، پس میدونین که با تفکراتش حال میکنین. من نمیدونم کی میگه اسپسیفیکلی این علیرضا جی جی مال گروه زدبازی، ولی اونش مهم نیست. میگفتن که مثلا اگه این اومده رستوران زده پس حتما وصله. میگفتم آقا وصله، اصلا ما میگیم وصله، خب من که نمیدونم داستانشو، ولی بگو فرض کنیم وصله، چه ایرادی داره که وصله؟ اگه تو میخوای توی ایران یه تغییری وصله به جمهوری میگی وصله یعنی به جمهوری اسلامی وصله؟ آره دیگه، کسی که رپ میکنه رفته توی ایران مغازه زده، مثلا که الان ابی بیاد توی ایران رستوران بزنه، برای تو عجیبه دیگه. میگی چه جوری ابی اومده رستوران بزنه؟ ولی من گفتم میگه اگه وصل باشه هیچ ایرادی نداره. من میگم خوبه. من میگم اگه الان مثلا برنامه بیاد، داستان بیاد که ابی اومده تو ایران رستوران زده، معنیش چیه؟ یعنی معنیش اینه که ابی اومده با این نفری که وصله کانکشن زده، تونسته بیاد تو ایران رستوران بزنه دیگه. قاعدتا باید این باشه دیگه. خب الان پس یه نفری که انقدر قدرت داره یه نفر رو در لول که باید بره زندان، مردم فکر میکنن بیاد اینجا راست راه بره و رستوران بزنه هستش، پس این آدم با این آدم وصله. این آدم که در این قدرت به این وصله، شاید یه روزی این کشور رو یه قدم ببره جلو به طرف راهی که ابی میگه آقا بس دیگه نمیذاری کنسرت بزنیم. چرا نمیذاری کنسرت بزنیم؟ بعد بگه راست میگی، بذار من با غضنفرم یه صحبت بکنم. یا میبینی 6 سال دیگه تو ایران کنسرت گذاشتن ولی کنسرت از همین رستوران شروع شده. من اینو فکر میکنم مردم نمیبینن. نه مخالفم. بگو. خب من مخالفم. من فکر میکنم که این دغدغه ما کنسرت که نیستش، که دغدغه ما پایه‌ای‌تره. خب ببین وقتی اگه یه کسی مثلا یه خواننده معروفی وصل باشه و بخوام بیارنش تو ایران که کنسرت بذاره، خب این همون روش روم باستانه که به مردم نون و تفریحات میده به خاطر اینکه بتونن استبداد خودشون رو مردم حفظ بکنن. خب یعنی اینا حواس پرت کردن از موضوعهای اصلیه. خب شما یه جوری هم امید واهی به مردم دادنه، هم حتی اگه امید واهی هم نباشه اصل مطلب رو فراموش کردن به بهونه که یه مش آزادی های اجتماعی به شما دادن. این حواس پرت کردنه به خاطر اینکه اون اصول پایه‌ای رو به مردم ندادنه. خب شما اینا یه هدیه هایی هست که دیکتاتورها به مردم میدن به خاطر اینکه تمام ظلمی رو که دارن بهشون میکنن رو بتونن توجیه بکنن. خب. و این اتفاقا ضررش از سودش بیشتره. خب چون که بعضی با این چیزا گول میخورن و با مخالفت، یعنی دست از اون مخالفت با از اون هسته نظام یا در راه جنگ با اون برای اون اصول پایه‌ای از اون میکشن عقب به خاطر اینکه الان یه کنسرتی اومده، یا اینکه الان مثلا مردم یه مقدار آزادترن، یا اینکه مثلا
میشه مثلا شراب خورد و اینجور چیزا. اینها وقتی که از کیسه خلیفه بخشیده میشه، اینها آزادی های واقعی نیستن، اینها هدیه هایی هستن که از بالا به پایین داره داده میشه. خب فکر نمی‌کنی این هدیه های موضعی و کوچیک تبدیل میشه به واقعیت و آزادی آینده؟ یا میگین تنها تو یه شب یا باید همه رو آزاد کنه، یا اگه نمیکنه قدم قدم من قبول ندارم؟ نه قدم قدم باید به زور از پایین به بالا گرفته بشه، نه اینکه از بالا به پایین داده بشه. خب آزادی هایی که پایه‌ای هست، خب آزادی هایی هست که مردم به زور و به تهدید از حاکمانشون میگیرن، خب برای اینکه زور مردم زیاد شده. آزادی هایی که از بالا به پایین به مردم هدیه داده میشه یک توهم، یک امید واهیه و یک جور حواس پرت کردنه و هیچ آزادی هم نیست، چون چیزی که از بالا به پایین هدیه داده شده میتونه موقتی باشه، به همون راحتی هم میتونه گرفته باشه. فقط وقتی که زور مردم اونقدر زیاده که به تهدید از پایین به بالا یه چیزی رو گرفتن، اون آزادیه که باقی خواهد موند. و یه چیزی هم بگم، ببین ما سه نوع آزادی داریم: آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و آزادی‌های اجتماعی. خب از این سه تا آزادی مهمترینش آزادی سیاسیه. آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی بدون آزادی سیاسی اونام آزادی نیستن، چون که با آزادی سیاسی که ما آزادی‌های دیگه‌مون رو میگیریم. آزادی اجتماعی خیلی توجه زیاد جلب میکنه، تو رسانه‌ها بیشتر دیده میشه. برای همین آزادی اجتماعی یه آزادی‌هاییه که دیکتاتورها میتونن به مردم بدن که اینا رو راضی نگه دارن که آزادی‌های سیاسی رو ندن. این اتفاقی که الان تو عربستان هم داره میفته. خب و هرچی شما راضی تر بشین به آزادی‌های اجتماعی که از بالا به پایین داره به شما هدیه میشه، بیخیال‌تر میشین نسبت به آزادی‌های سیاسی که به شما داده نمیشه. مهمترین آزادی سیاسی هم آزادی بیانه. خب یعنی پایه تمام آزادی‌ها آزادی بیانه، چون بدون آزادی بیان همه آزادی‌های شما خطر اینو داره که از شما گرفته بشه. برای همین اگه میخواید همه آزادی‌های دیگه که گرفته میشین، باید برای آزادی بیان بجنگین. بقیه آزادی‌ها روی این آزادی‌ها ساخته میشه. اوکی آقا، پس نه این همبرگر علیرضا رو بخورین. نه این که ببین این کاربرد داره. خب این که اگه شما با نظام باشی ما علیه شما هستیم، خب این تهدید به نظامه. خب یعنی این باعث میشه که شما یک تحریم کردید. خب این یه بویکاته که نظام و هر کسی که با نظام هست رو ما دشمن حساب میکنیم. این باعث میشه که زور مردم نسبت به حکومت افزایش پیدا بکنه. ما که تفنگ که نداریم، ما که ارتش که نداریم. خب ما چه جوری میتونیم میتونیم فشار بیاریم رو جمهوری اسلامی؟ ابزارمون همینه. ابزارمون اینه که نه تنها با خود نظام دشمنی بکنیم، با هر کسی هم که با نظام رابطه داره دشمنی بکنیم. این فشار میاره روی نظام، این زور مردم رو نسبت به حکومتشون افزایش میده. این من از روی تعصبی نمیگم خب که مثلا با فلان کس رابطه، از کاربردگرایانه هم بخوای نگاه بکنی، هدف چیه؟ هدف انتقال قدرت خب از حکومت به مردمه. انتقال قدرت از حکومت به مردم اینجوری اتفاق نمیفته که حکومت یه ذره پول خورد بندازه طرف شما میگه به 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 دست در نکنه. این انتقال قدرت نیست، این اتفاقا قدرت حکومت رو افزایش میده، چون مردم میبینن که اگه یه موقع یه چیزی به ما برسه از کیسه حکومتی که داره با ما میرسه، پس بریم پاچه خاریشو بیشتر بکنیم. اگه منبع رفاه شما و آزادی شما حکومت باشه، این جایگاه حکومت رو نسبت به مردم افزایش میده. خب برای همین این جواب عکس میده. ولی در مقابلش اگه شما مردم نشون بدن که اصلا کوتاه نمیان سر این موضوع، هر کسی که با حکومت رابطه داره ما علیهش هستیم، این اتفاقا چیزیه که باعث انتقال قدرت از حکومت به نفع مردم میشه. میگم خیلی کامپلیکیتد، یعنی هر طرفی میری یه بحث کاملا عاقلانه واسه اونور هست، یه موج وحشیانه که این میزنه اون میزنه، این میزنه اون میزنه. تو آینده میبینی واسه من فکر نمی کنم این دولتی که روی ایران هست حالا تکون بخوره. تو نظرت چیه؟ من فکر میکنم تکون میخوره. حالا ممکنه به اون شکل براندازی سخت نباشه که یه شبه مردم میلیونی بریزن تو خیابون، برن تو بیت رهبری خامنه‌ای رو بکشن بیرون. ممکنه اون شکلی باشه ولی ممکنه اونجوری نباشه. ممکنه
تیکه تیکه باشه ولی نه با اصلاحات، تیکه تیکه نابودی نظام. خب ببین اصلاحات یعنی در چارچوب جمهوری اسلامی ما یه سری اصلاحاتی انجام بدیم و جمهوری اسلامی باقی بمونه ولی شرایط بهتر بشه. این به نظر من گزینه‌ای هست که دیگه اکثرا دیگه فهمیدن نمیشه به این گزینه اعتماد کرد و این همش امید واهیه برای بقای خود نظام. خب ولی من میگم جنگ علیه نظام باید همیشه باشه و این نظام خورد خورد میتونه نابود بشه. خب یعنی ما سنگر به سنگر میریم بره جلو، نه اینکه حکومت خودش بیاد بگه اوکی من برای مردم یه چیزی رو عوض میکنم. این میشه اصلاحات. خب ولی یه براندازی داریم، براندازی مثلا سنگر به سنگر که دشمنی با جمهوری اسلامی حد اکثری هست ولی ممکنه نظام یک شبه سقوط نکنه. این مثل یک کشتی هست که شما قطعه هاشو انقدر آروم آروم عوض میکنی که در نهایت بیاد نگاه میکنی میبینی اون کشتی اولیه دیگه اصلا نیست. خب یک کشتی دیگه است، اصلا این کشتی اون کشتی نیست. شما میتونی سنگر به سنگر انقدر اینا رو یکی یکی فتح بکنی به جایی برسه که دیگه جمهوری اسلامی نباشه. یعنی این هم میتونه باشه ولی در نهایت یکی از این دوتا به نظر من خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی نابود میشه یا با براندازی سخت یا با براندازی سنگر به سنگر، ولی در هر دو حالتش ما باید برانداز باشیم و باید دشمنیمون رو با جمهوری اسلامی حد اکثری نگاه بکنیم و هیچ امیدی هم به اصلاحات نداشته باشیم. این براندازی سنگر به سنگر هم اصلاحات نیست، چون در جهت اصلاحات جمهوری اسلامی نیست، در جهت دشمنی و نابودی جمهوری اسلامی. آره چون گفتی که اصلاحات که این همه سال بود هیچ فرقی نکرده، پس نشون میده اون کاملا الکی و فیکه. فرقش اینه که باعث ثبات نظام شده، اصلاحات باعث به نفع جمهوری اسلامی شده. یعنی شما اگه میخواهید جمهوری اسلامی عمر بیشتری داشته باشه باید از اصلاحات حمایت بکنید. یعنی جواب میده، جواب عکس میده به نفع اونور. آمریکا هم خیلی وضعش الان خرابه، یعنی دین داره فشار میده بره توی دولت، یعنی دم در وایساده میگه منو راه بده، میگم بابا نمیخوایم ولمون کن. البته خیلی وضع آمریکا خراب نیست. آمریکا درسته که مشکلاتی داره که خیلی دربارش صحبت میشه، خب ولی آمریکا قدرتش داره افزایش، یعنی این امید، این حرفایی که مردم میزنن که آمریکا قدرتش داره کاهش پیدا میکنه و فلان اینا اصلا اینجوری نیست، اتفاقا کاملا برعکسه. آره هم قوی هست هم قوی تر هم میشه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی. خیلی فکر کردم فاصلهش با چین داره کاهش پیدا میکنه در صورتی که فاصلهش با چین داره افزایش پیدا میکنه، یعنی ابرقدرتیش بیشتر هم داره میشه فعلا با این روندی که داریم میریم جلو. آمریکا ببین آمریکا با تمام مشکلاتی که داره، موضوع اینه که مشکلاتش بسیار تبلیغ میشه چون ابرقدرت جهانه، رسانه‌های جهان هم با آمریکا توجه میکنن. خب ولی چنان سیستم قوی داره که این مشکلات رو هر چقدر داشته باشه اون سیستم پایش تهدیدی براش نیست، یعنی از روی همه این مشکلات رد میشه، حلش میکنه. خیلی سیستم محوریه، خیلی از با اینکه آدم‌هایی میان هزینه‌هایی دارن، ضربه‌های شدیدی به آمریکا میزنن، ولی اینا میان و میرن و آمریکا قدرتش رو نگه میداره و روز به روز بهترم میشه. واقعا از لحاظ سیستمی که آمریکا، اون قانون اساسی که آمریکا داره، اون اصولی که داره، اون روشمندی که داره، واقعا یه چیزی هست که ماورای هر فردیه و ماورای هر کسی که بخواد بتونه بیاد ضربه شدیدی با آمریکا بزنه. هر رئیس جمهور مزخرفی هم اگه بیاد، انقدر آمریکا سیستم محوریه که از روی همه رئیس جمهورهای بعدش هم رد میشه و همه اینا رو بقا پیدا میکنه و قوی تر هم میشه. حالا کدوم رئیس جمهورش رو برد تو دادگاه و چیزش هم کرد، محکومش هم کرد. کی همچین کاری میکنه تو دنیا؟ آره حالا اینو بعضی نشانه ضعف میبینن، بعضی نشانه قوت میبینن. اینکه حالا این درست بوده یا نبوده بستگی به جزئیات بررسی. من حرفای خیلی رو دارم گوش میکنم، خیلی از قانونی وارد جزئیات خیلی ظریفی باید بشی که ببینی که این کار درست بوده یا نبوده. ولی موضوع اینه که چه درست باشه چه نباشه، یک سیستمیه که خودش رو نقد میکنه. خب یک سیستمیه که شفافه. خب شما میتونی ببین موضوع همینه. ترامپ رو مثلا دادگاهی کردن یه کار اشتباهی بوده
که مثلا سیاسیه و بعضیا دارن از سیستم قضایی آمریکا سوء استفاده میکنن، یا کار درستی بوده که نشون میده که رئیس جمهور آمریکا هم ماورای قانونش نیست. یکی از این دو تا دیدگاه درسته. خب موضوع اینه که هر کدوم از اینا درست باشه، آمریکا یک کشوریه که شما هر دو نظر رو میتونی داشته باشی، هر دو نظر رو میتونی بیای به شدت ازش تبلیغش بکنی، هر دو نظر داشته باشی، کسی نمیتونه کاری داشته باشه که بیای بگی کدوم درسته و همه پروسه شفافه، تمام جزئیاتش به مردم گفته شده، رسانه‌های مختلف دارن میان تو سر همدیگه میزنن، اونا میگن نه ما داریم درست میگیم، اونا میگن هم این که ببین اتفاقا مشکلاتش قوتشه. بعضی از موقع‌ها ما یه سری مثلا این خرط و خریر رو میبینیم و فکر میکنیم این نشونه ضعف آمریکاست، در صورتی که این ضعف خودش قدرته. چون شما جاهایی که این خرط و خریر رو نمیبینید جاهایی که دیکتاتوریه. خب یعنی توی حکومتی که شما مردم این آشوب رو نداره، خب و این خرط و خریر رو نداره و مردم همسو هستن و حکومت هماهنگه و همه دارن یک سازو میزنن و در یک حرکت میکنه، این دیکتاتوریا هستن. و شما نگاه میکنیم یعنی به به چقدر منظم، چقدر بدون آشوب و چقدر هماهنگ، خب و چقدر سریع، چقدر بدون مثلا سریع به نتیجه میرسن. خب ولی کوتاه مدت نگاه بکنی اون قشنگتر به نظر میرسه، ولی طولانی مدت نگاه بکن ببین اون سیستمی که آشوبش بیشتره و مردم تو سر هم دارن میزنن بیشتر جواب میده، که همه چی شفافه، همه به همه چی دارن گیر میدن، ببین کدوم جواب طولانی مدت کدوم جواب داده، چون اون همون سیستم دموکراتیک پر آشوبه که طولانی مدت جواب میده. واقعا دمت گرم. یعنی انقدر چیز یاد گرفتم فکر میکنم رفتن فردا یه دونه لوح میزنم اونجا، میزنم دانشگاه آرمی. نه مرسی. مرسی. حالا خیلی نکو، اعتماد به نفسم بیش از حد زیاد میشه، پررو میشم. نه بشه پررو باشی، یه سری آدم‌ها حقشه پررو باشن. یارو اومده بود میگفت ایلان ماسک فکر میکنه شته. گفتم یعنی چی این جمله؟ معلومه فکر میکنه شته، دیوونه ای؟ آره ولی این خطرناکه. خب شما اگه خیلی فکر کنی شتی، خیلی فکر کنی باهوشی، خب اون موقع است که دیگه رشد نمی‌کنی. خب اگه فکر کنی وای ببین من چقدر حالیمه، اعتماد به نفست انقدر زیاد میشه که نقدهای بقیه رو دست کم میگیری. خب و اون موقع روزی که فکر کنی من خیلی حالیمه، روزیه که دیگه رشدت به شدت کند میشه. خب موقعی که تو فکر میکنی که من ممکنه بعضی از حرفم درست باشه ولی احتمال زیاد باورهای مزخرفم زیاد دارم، خب از بین باورهایی که دارم یه قسمتش مزخرفه یه قسمتش درسته. وقتی فکر کنی که یه قسمتی زیادی از باورام مزخرفه و من نمیدونم کدومشه، حرفای بقیه رو بیشتر جدی میگیری، چون خودت میدونی که به کوری به اون قسمتی از باورات که اشتباه. آره برای همین یعنی حتما یه سری از باور، برای همین نیاز داری که ببینی خب بقیه میان اصلاحت بکنن. من که نمیفهمم کدوم باورم مزخرفه، اگه میدونستم کدوم باورم مزخرفه که اون باورا رو نداشتم. آره دقیقاً. برای همین اون وقت اگه ببین نباید خودتو خیلی کم ببینی، یعنی اگه واقعا یه هوشی، یه استعدادی، یک مقدار اطلاعاتی داری، بدون که اونا رو داری، استعداد خودتو دست کم نگیر. ولی اگه از اونور بوم بیفتی که خودتو خیلی جدی بگیری، باعث میشه که حرف بقیه رو جدی نگیری و تنها امیدت هم به رشد حرف نقد بقیه است، چون بقیه هستن که میتونن چیزهایی رو ببینن در باورات که خودت بهش کور هستی. باید به بقیه اتکا بکنی و خودتو خیلی جدی بگیری، باعث میشه که این ابزار رو از دست بدی. درست، واقعا درست. واقعا بچه‌ها این اپیزودو بفرستین واسه کسی نگاه کنه. یعنی این از اون اپیزوداست که نمیتونی نگاه کنی و آدم همون بمونی، یعنی یه خورده عوض میشی به نظرم. من از این اپیزودا زیاد ندارم، واسه همین لطفاً اینو جدی بگیرین، به دوست دوستاتون بفرستین. و من تو اپیزودام همیشه میگم بچه لطفاً لایک و سابسکرایب نکنین، هر کاری دلتون میخواد بکنین. همیشه من اینو به بچه‌ها میگم، ولی اینو لطفاً اگه میشه به بچه‌ها. جدی؟ آره من به شوخی به همه میگم که بیخود کردید شما. من 2 ساعت حرف زدم، 2 ثانیه وقت بذار لایک بذار. من گفتم شرم بر هر کسی که لایک نمیکنه، لعنت بر هر کسی که این برنامه رو دید و لایک نکرد. البته شوخی میکنم ولی اینو میگم همیشه. خیلی خوب میشه واقعا. من میگم شرم. اون گیم آف ترونز رو دیدی؟ فیلم آره.
شیم. اتفاقا من میخوام یه زنگوله میخوام بخرم که البته میخواستم بخرم بگم دقیقاً بگم شیم ولی گفتم خیلی شاید رفرنسش رو ندونن. اینو فقط واسه بگم که فکر می‌کنم خوشت بیاد. بچه‌ها اگه نمیخوایم برین چون بعضی خدافظی میکنم. توی چیز مکس امینی بودیم، استندآپ کمدی مکس امینی بود تو ونکوور. بعد داشت حرف میزد با آدینس، به یکی گفتش که کسی هستش که مثلا زنش خارجی باشه، یه یارو دستش بلند کرد. بعد بهش گفتش که مثلا خب تو کی هستی؟ گفت من قزنفرم. گفت خب چیکار کردی قزنفر؟ گفت آره من بلند شدم رفتم روسیه درس خوندم. بعد گفت خب اوکی، زنت رو روسیه گرفتی؟ بعد گفت آره. گفت خب زنت اسمش چیه؟ گفت مثلا فلان چیز. گفت زن روسیه؟ گفت نه زنم آلمانیه. بعد گفت عجب الاغی هست. همینجوری گفت عجب الاغی هستی تو، بلند شدی رفتی یه کشوری که خوشگل‌ترین دخترای دنیا رو دارن، بعد رفتی دختر گرفتی از زشت‌ترین دخترای دنیا. چرا این کار کردی با خودت؟ چرا این کار کردی؟ چقدر تو اسکلی. خب حالا درس چی خوندی؟ بعد گفت چیز کارگردانی. بعد یهو آلمانیه که خوشگلن. حالا این دیگه مکس با مشکل تو با مکس حل کن. بعد گفتش که گفت آقا درس چی خوندی؟ گفت کارگردانی. بعد گفت بابا بعد زد رو میکروفونش که بابا دیوونه است این یارو، بلند میشه میره روسیه کارگردانی میخونه، زن آلمانی میگیره. خب بابا میشه خونه زن خوشگلی میگرفتی درس راحت میخونی، درس چی کارگردانی چه دردی میخوره. بعد همینجا خودش رو استاپ کرد. اوکی چی کار کردی نسبت به این کار؟ که آقا بذار من جلو نرم، شاید مثلا یارو یه کارگردانی کرده. بعد گفت آره یه جا دارم کار میکنم، مسئول چیزشم، گرافیک دیزاینشم. بعد زد دوباره زیر خنده. گفت آقا کارگردانی خونده تو گرافیک دیزاین کار میکنه، یعنی خوراک که آدمای ایرانی دیوونه ایم دیگه. خب تو چی کار کردی؟ گفتش که اون اژدهای توی گیم آف ترونز دیدی؟ دراگونا رو. گفت آره. گفت اونا رو من ساختم. ببین شو ترکید. منم ردیف اول نشسته بودم جلوی من، گفتم ریدی مکس. بعد گفت ریدم، گو خوردم ببخشید. بعد همه یه شروع چیز کردن که بیارش بالا. بعد آوردش بالا، یارو دراگون گیم آف ترونز دست این بود، پشمام ریخت. خیلی یارو از پایین خاک اومد بالا، یه خیلی دراگون بال زد و روید همه خجالت کشید. باز دمش گرم کمدینه اینجوری گفت. من رفتم تلفن زنشو گرفتم، رفتم سری گفتم که تلفن تو، چون من ردیف اول بودم از شوهرش ویدیو گرفتم. بعد که شو تموم شد رفتم پیش زنش گفتم شماره‌تو بده برات ویدیو رو بفرستم. بعد شماره‌شو گرفتم فرستادم. گفتم یه روزی هم خواستیم به گیم آف ترونز حداقل یه جوری بتونیم واسه گیم آف ترونز فصل آخرش من یه باوری دارم که خیلی این جنجالی ترین باورمه. خب من قرآن آتیش زدم، به اسلام توهین کردم، به ادیان دیگه هم توهین کردم، یه سری باورهای عجیب غریب دیگه هم دارم که خیلی بهشون برمیخوره، ولی هیچ کدوم بیشتر از این توی جمعایی که بودم به خاطر بین دوستای خودمون بیشتر از این به من حمله نکردم به خاطر باورهای دیگه. و من فصل 8 گیم آف ترونز رو خیلی دوست دارم و من نمیدونم چرا حد ور میخوره به همه من اینو میگم. منم دوست دارم. منم این مشکل رو دارم. کسی هست هر کی من انقدر از این موضوع ناراحتم که دیگه نمیگم دوست دارم. یعنی جایی میشینم میگن گیم آف ترونز خیلی آشغال بود اپیزود، من اینجوریم. من تو مغزم میگم که مادر ارزه میخواستی چیکار کنه؟ میخواستی چجوری تموم شه؟ غول اومد، آتیش اومد، اژدها اومد، از زیر اومد، یخ اومد، چی میخواستی دیگه بشه تو اپیزود آخر که راضی بشی؟ آخه حروم زاده تو بیا اپیزود لاست رو نگاه کن، فرندز رو نگاه کن، شوهای قوی سیزن آخرشون همه مزخرفه. این انقدر باحال بود، چرا انقدر گم میزنین به این؟ من اول میگن به پرسونالیتیش نمیخورد که بیاد این کارو بکنه، در صورتی که من تو همه سیزنش به نظرم میرسه که اتفاقا داشت به همین میرسید. یعنی همیشه نشون میده که یه حس انتقام جویی توش هست، تمام سیزناش داشت به این میرسه که حس انتقام جویی تو همیشه هم از این میترسید که مثل برادرش بشه، مثل برادرش و مثلا مثل باباش بشه،
چون باباش این حس میخواست همه شهر رو بسوزونه، همیشه نگران بود. یعنی این فورشادوینگ بود که مثل باباش میشه که همه شهر رو بخواد بسوزونه. هم گفتن نه این اصلا هیچ گفتن یه آدم دیگه ای شد. گفتن کجا یه آدم دیگه ای شد؟ همیشه دیدیم که این هیولا توش بود که داشت روش رشد میکرد، کاملا تطابق داشت با سیزن‌های قبلی. انقدر هرس میخورم سر این موضوع من نمیدونم. آره منم میگم منم اصلا انقدر حال کردم الان اینو گفتی. قبل اپیزود به چی گفتم؟ گفتم بعضی وقتا که مجازی پیدا میکنی که باید ببینی تو واقعیت. من چی گفتم ببین. دمت گرم آقا، خیلی ممنون از وقتت. نه مرسی حال داد، خیلی باحال بود. دمت گرم که مرسی از اینکه دعوت کردی. من ممنونم که قبول کردی و امیدوارم که راضی بودی و فکر نکنی وقت تلف شده باشه. نه بابا. بچه کانال یوتیوب جمهوری بی خدایان، جمهوری انگلیسیتون اگه خوبه، کانال یوتیوب Atheist Republic اون ورژن انگلیسی مونه، کانال فارسیمون جمهوری بی خدایان، سرچ بکنین جمهوری بی خدایان رو یوتیوب. بچه‌ها لایک و فالو بکنین اگه نکنین. چی گفتی؟ شرم بر شما. لعنت بر شما. لعنت بر هر کسی که اینو میشنوه و نمیاد سابسکرایب کنه. اینو دوست دارم اول همه ویدیوام بذارم. شرم بر شما. دمت گرم آقا، خیلی حال دادی. واقعا ممنونم وقتت. مرسی. امیدوارم زندگی خوبی داشته باشی و واقعا از صمیم قلب امیدوارم توی حقیقت ببینمت توی دنیای غیر مجازی. ولی اگه ندیدمت مرسی که اینجا وقتت واسم گذاشتی. دمت گرم. برابکس جاکس. اقتصادی